توی این ویدیو قرار آبرنگ سن پترزبورگ رو بشناسیم، ببینیم ارزش خرید داره یا نه و با یه آبرنگ معروف دیگه یعنی کاتمن وینزور مقایسه کنیم. پس حتما تا آخر ویدیو رو همراه من باشین. آبرنگ سن پترزبورگ که در واقع توی ایران به این اسم معروف شده، آبرنگ سن پترزبورگ، در واقع آبرنگ وایت نایت، مدل وایت نایت از شرکت معروف نفسکای پالیترای روسی هستش که از سال 1934 داره متریال مختلف هنری رو مثل رنگ روغن، آبرنگ، گواش و خیلی متریال دیگر رو توی کیفیت خیلی بالا و فوق حرفه‌ای تولید میکنه و معروفترین محصول این شرکت روسی همین آبرنگ های وایت نایت یا شب سفید یا همون سن پترزبورگی هستش که ما میشناسیم. همونطور که میدونین آبرنگ ها از مواد مختلفی تشکیل شدن مثل پیگمنت، سمغ عربی که مهمترین در واقع بخش سازنده آبرنگ ها هستش، عسل، یه سری سمغ های دیگه ممکنه استفاده بشه فرمولاسیونش رو تغییر بده و ویژش بکنه، یه سری مواد پر کننده و از یک سری از چسب ها ساخته شده. آبرنگ‌های سن پترزبورگ توی بسته‌بندی‌های مختلف پلاستیکی یا فلزی و به شکل قرص‌های آبرنگ یا به شکل تیوبای آبرنگ به فروش میرسن و فرقی نمی‌کنه که بسته‌بندیشون پلاستیکی باشه یا فلزی، به هر حال روی اون بسته‌بندی یه بسته‌بندی مقوایی دارن که روش نوشته وایت نایت. در مجموع این آبرنگ 134 تا رنگ داره که 81ش رنگ‌های کلاسیک همون رنگ‌های معمولی هستن، 18 تا رنگ پاستلی داره، 7 تا رنگ متالیک داره و 22 تا رنگی داره که قابلیت گرانوله شدن دارن، یعنی ذرات بزرگتر پیگمنت دارن. اگر آبرنگ کار کرده باشین میدونین که منظور از خاصیت گرانوله شدن چی هستش و معمولا آبرنگ ها را خیلی این خاصیت رو دوست دارن. خب حالا آبرنگ من یا آبرنگ 24 رنگه با جعبه پلاستیکیه که میتونین ببینین روش آرم شرکت نفسکای پالیترا هک شده و پشت بسته‌بندیش هم چیزی نداره. بسته‌بندی من بسته‌بندی پلاستیکی نه فلزی و همونطور که میبینین 2 تا پالت کاملا مقاوم داره و خوبیش اینه که این پالت ها وقتی که سر جاشون قرار میگیرن و باز میشن کاملا عمود وای میستن، شیبدار وای نمیستن که رنگ خیس از روشون شوره کنه و خب این خیلی مسئله مهمی هستش و این 2 تا پالتش بسیار پرکاربرده موقع کار کردن. همونطور که میبینین من بسته 24 رنگش رو دارم، 24 رنگه کلاسیکش هستش و رنگ‌های پاستلی و متالیک و گرانوله رو داخلش نداره، ولی 24 تا رنگ با قرص‌های بزرگ داخل این بسته‌بندی وجود داره. همونطور که میبینین روی پلاستیک قرص آبرنگ سن پترزبورگ اطلاعاتی در مورد رنگ نوشته نشده. در نتیجه موقع خرید حتما باید کاغذی که دور قرص ها وجود دارن رو نگه دارین. همونطور که میبینین روی کاغذ قرصش همه اطلاعات مربوط به اسم رنگ، شماره پیگمنت، علامت های اوپاسیتی و استینینگ و لایت فست و همه اطلاعات مهم دیگه چاپ شده. اما روی بسته‌بندی قرص آبرنگ وینزور اطلاعاتی در مورد استینینگ یا اوپاسیتی رنگ نمیبینیم. بچه اگه در مورد علائم و نشونه های روی تیوب یا قرص
قرص آبرنگ چیزی نمیدونین حتما ریلز آخر منو توی صفحه اینستاگرامم ببینین. در حال حاضر که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم هم آبرنگ سن پترزبورگ هم آبرنگ کاتمن وینزور توی بسته‌بندی های مختلفشون، توی تعداد مختلفشون و همینطور توی قرص های تک رنگ به راحتی توی لوازم هنری هایی که حالا یه مقدار شناخته شده تر و حرفه‌ای تر هستن پیدا میشه. ولی قرص های کاتمن وینزور به صورت نصف قرص، نصف پن به فروش میرسن. در نتیجه قرص های آبرنگ سن پترزبورگ سایز بزرگتری دارن توی بازار. ضمن یه مقدار قیمت آبرنگ کاتمن وینزور بیشتر از سن پترزبورگ هستش و آبرنگ تیوبی کاتمن وینزور راحت تر از آبرنگ سن پترزبورگ توی ایران پیدا میشه. و اما هر دوی این آبرنگ ها رنگ های با پیگمنت های طبیعی و مصنوعی هر دو حالت رو دارن. بسیار شفاف و درخشانن، غیر سمی‌ان، قابلیت ترکیب بالا دارن، به راحتی در برابر نور رنگ پریده نمیشن، یعنی لایت فست بالایی دارن. مثلا در مورد رنگ کادمیوم لمون و کادمیوم یلو توی آبرنگ سن پترزبورگ رنگ هایی هستن که کاملا طبیعی و غلیظن و با قدرت رنگ کنندگی بالان و از لحاظ لایت فست 3 ستاره هستن. یا کوبالت بلوش مثلا رنگدونه معدنی داره با پایداری بسیار بالا. یا رنگ اولترامارینش رنگدونه طبیعی داره و باز هم با لایت فست 3 ستاره. حالا چند تا از رنگ‌های سن پترزبورگ رو و بعد در مقایسه با آبرنگ وینزور چند تا از رنگ‌های وینزور رو روی یک بلوک آبرنگ با هم تست می‌کنیم تا بتونیم ببینیم درخشندگی و تفاوتشون توی رنگ‌هایی که اسم یکسان دارن به چه شکل هستش. همونطور که دیدین هر دو رنگ‌های خیلی شفاف و درخشانی دارن و هر دو رنگدونه‌های کاملا شبیه به همی دارن، منتها وینزور یه مقدار رنگدونه بیشتری روی کاغذ میاره. کلا برای خریدن آبرنگ مخصوصا اگر که توی سطح مبتدی هستین و بودجه کمی دارین، خب برندهای ایرانی که الان داره تولید میشه بیشتر پیشنهاد میشه، کیفیتشون هم خوبه. ولی اگر که حالا یه بودجه متوسط رو به بالا دارین و میخواین که حتما تجربه خوب از یه برند خارجی رو داشته باشین، سن پترزبورگ و یه ذره از اون بهتر وینزور میتونه انتخاب خیلی خوبی برای شما باشه. خب وینزور یه مقدار قیمتش بیشتر از سن پترزبورگ هستش و اگرم که هیچ مشکل بودجه‌ای ندارین، هیچ مشکلی با هزینه ندارین، برند اشمینک، آبرنگ اشمینک، آبرنگ رامبرانت و آبرنگ PwC انتخاب های فوق حرفه‌ای هستن که میتونین برای خرید آبرنگتون داشته باشین.
در نهایت مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودین. حمایت یادتون نره. توی ویدیوهای بعدی میبینمتون.